سرخط خبرها. هشدار ملا عبدالغنی برادر نسبت به تجاوز به خاک کشور. معاون ریاست الوزراء گفت که کشورها صبر افغانها را آزمایش نکنند. تاکید سفیر امارات اسلامی در قطر بر استقلال سیاست خارجی افغانستان. سهیل شاهین میگوید اجازه نمیدهند افغانستان به میدان رقابت کشورها تبدیل شود. امضای تفاهم نامه در بخش تولید دارو میان دو شرکت افغانی و هندی. وزارت صنعت و تجارت ارزش این تفاهم نامه را 100 میلیون دلار اعلام کرد. و واکنش تند ترامپ به جان باختن یک گارد ملی کاخ سفید. او وعده سپرد که مهاجرت از کشورهای جهان سوم را متوقف خواهد کرد. درود بر شما. بر مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز جمعه هفتم قوس 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 نوامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم فراخت نیروهای خاص کماندو هشدار داد که اجازه تجاوز به افغانستان به هیچ کشور داده نخواهد شد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارات اسلامی میگوید که آقای برادر در این مراسم تاکید کرده که کشورها نباید نگاه بد به خاک و حریم افغانستان داشته باشند و صبر افغانها را نیز آزمایش نکنند. ملا برادر همچنین گفته که امارات اسلامی آماده پاسخگویی به هر گونه تجاوز است. هیواد پر دشمنانو غږ وکړ چې زموږ خاورې او حریم ته په بد نظر ونه ګوري. نور دې د افغانانو حوصلې نازموي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ په خاوره تیری وکړي او موږ هر ډول تیری ته ځواب ویونکي یو. همزمان با افزایش سطح تعاملات سیاسی و تجاری امارات اسلامی با کشورهای جهان، سهیل شاهین سفیر امارات اسلامی در قطر بر استقلال سیاست خارجی افغانستان تاکید می‌کند. آقای شاهین گفت که امارات اسلامی با کشورهای همسایه، منطقه و فراتر از آن روابط نیک می‌خواهد و هرگز اجازه نمی‌دهد افغانستان به میدان رقابت کشورها تبدیل شود. گزارش از نستر نمیری. سهیل شاهین سفیر امارات اسلامی در قطر با تاکید بر استقلال سیاست خارجی افغانستان به خبرگزاری آفاق گفت که امارات اسلامی داشتن روابط سازنده با کشورهای همسایه، منطقه و فراتر از آن را حق انکارناپذیر خود می‌داند. وی تصریح کرد که امارات اسلامی اجازه نخواهد داد افغانستان به میدان رقابت قدرت‌های خارجی تبدیل شود. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که همزمان با بهبود روابط امارات اسلامی با هند، پاکستان سطح روابط سیاسی و تجاری خود را با افغانستان کاهش داده است. من د یو مستقل او خپلواک هیواد په توګه او د خپل اسلامي ارزښتونو ملي ګټو په پام کې نیولو سره غواړو د ګاونډیو سیمه ییزو او د نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو لکه څنګه چې نور هیوادونه لري او دا زموږ انکار نه منونکی حق دی. البته موږ هیڅ کله نه پرېږدو چې افغانستان د چا د سیالۍ میدان وګرځي. در همین راستا آگاهان روابط بین الملل میگویند که افغانستان حق دارد برای تامین منافع ملی و گسترش تعاملات خود با جهان با هر کشور وارد رابطه و تعامل شود و با آنان مخالفت پاکستان با نزدیکی کابل به دهلی نو با اصول پذیرفته شده بین المللی همخوانی ندارد و افغانستان به عنوان یک کشور مستقل از حق برخورداری از روابط آزادانه و مستقل با همه کشورها برخوردار است. در شرایط فعلی مانندار چیز نسبتا طبیعی است که وقتی یک دشمن باعث دوست پنداشته میشه، در شرایطی که افغانستانی که فعلا شناسایی کامل نداره، در نیمه انزوا قرار داره، باید کوشش کنه که با کشورهایی که با حریفانش در تضاد هستند رابطه بهتر داشته باشد. شکایت پاکستان مبنی بر این که افغانستان باید با هند نزدیک نشود و یک نوع تهدید است برای امنیت ملی پاکستان. این از نظر روابط بین المللی و قوانین بین المللی هم یک ادعا و یک خواست مردود است، نامعقول است
افغانستان یک کشور مستقل است و میتونه با تمام کشورهای منطقه و جهان روابط مستقلانه داشته باشد. گفتنی است که امارت اسلامی اخیراً سطح تعاملات سیاسی، تجاری و ترانزیتی خود را با کشورهای منطقه افزایش داده است، روندی که به گفته تحلیلگران اقتصادی افغانستان را در موقعیت قرار داده است تا به یکی از کریدورهای مهم اقتصادی منطقه تبدیل شود و نقش پررنگ‌تر در اتصال دهی شبکه‌های تجاری منطقه‌ای ایفا کند. وزارت صنعت و تجارت اعلام کرد که یک شرکت افغانی تفاهم‌نامه ای را با یکی از شرکت‌های هندی به ارزش 100 میلیون دلار در بخش دارو امضا کرد. این شرکت قرار است در نخست داروی تولید خود را به افغانستان صادر کند و پس از مدت نمایندگی خود را جهت تولید به افغانستان انتقال دهد. گزارش از اناهیتا اندر. پس از قطع روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان و ممنوعیت واردات دارو از پاکستان را به دلیل نگرانی از کیفیت پایین آن، کابل گام تازه‌ای در بخش دارو برداشت. به تازگی قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش 100 میلیون دلار میان دو شرکت افغانی و هندی در بخش تولید و واردات دوا با حضور سفیر افغانستان در امارات متحده عربی در مقر قنسولگری افغانستان در آن کشور امضا شد. شرکت زایدوز یکی از شرکت‌های بزرگ سهامی جمهوری هندوستان در عرصه دوا میباشد. قرار است این شرکت هندی در نخست ادویه تولیدی خود را به افغانستان صادر و بعد از مدت نمایندگی این شرکت را به افغانستان انتقال داده به تولید دوا آغاز نماید. با آنکه تجارت افغانستان از مسیرهای جاگزین مانند ایران، هند و آسیای میانه جریان دارد، امضای این تفاهم نامه تازه با هند تلاش از سوی کابل برای تنوع بخشی به شرکای تجاری و کاهش وابستگی به پاکستان خوانده می شود. شمار از آگاهان مسائل اقتصادی نیز تقویت روابط تجاری با هند را به سود اقتصاد افغانستان دانسته و آن را گام مهم در جهت ثبات و توسعه اقتصادی می دانند. عقد تفاهم با شرکت نی در بخش واردات ادویه میتونه در کوتاه مدت از اهمیت خوبی برخوردار باشد تا تقاضای بازار داخلی افغانستان را تامین بکنه، ولی در طولانی مدت در صورت انتقال نمایندگی شرکت در افغانستان میتونه از اهمیت خیلی خوبی برخوردار باشد. در نخست هم سبب میشه تا سرمایه‌گذاری در کشور افزایش پیدا بکنه و در کنار از سبب افزایش اعتبار سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد. نو که چیرته دغه دواګانو راتګ افغانستان ته شروع شي، افغانستان باندې یوازې دا چې د ښه کیفیت دواګانې ولري، بلکې ترڅنګ به په ارزانه قیمت باندې درمل هم په مارکیټ کې موجود وي. ترڅنګ تجارت څخه به ډیر زده کړه وشي، ځکه هند مختلفو هیوادونو سره په مختلفو برخو کې راکړه ورکړه لري. نو دا غوی د مارکیټ څخه زده کړه او په دغه مارکیټ کې د افغاني توکو پلورل به د افغاني تجارانو لپاره د زیاتې ګټې سبب وګرځي. این در حال است که همزمان با سردی روابط افغانستان و پاکستان، مناسبات میان کابل و دهلی نو رو به گسترش نهاده و هند و یکی از شرکای مهم تجاری و اقتصادی افغانستان مبدل شده است. و در خارج از کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در پیامی با محتوای ضد مهاجرتی وعده سپرد که مهاجرت از کشورهای جهان سوم را برای همیشه متوقف خواهد کرد. ترامپ همچنین در نشست بار دیگر به بازرسی پرونده مهاجرتی تمام افغانها تاکید کرد. پس از تیراندازی یک افغان 29 ساله به 2 گارد ملی آمریکا در نزدیک کاخ سفید، این اقدام واکنش‌های گسترده را به همراه داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست اعلام کرد که یک سرباز گارد ملی که روز چهارشنبه در واشنگتن دی سی هدف تیراندازی قرار گرفته بود جان باخته است. ترامپ گفت عضو دیگر گارد ملی که به او تیراندازی شده است در شرایط بحرانی است و مهاجم افغان نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد. ترامپ گفته که اگرچه بسیاری از افغان‌ها به طور قانونی در آمریکا هستند، اما آنان هنگام آمدن به آمریکا هیچ گونه بازرسی نشدند. او بار دیگر بر بازرسی پرونده مهاجرتی تمام افغان‌ها نیز تاکید کرد. یک عضو گارد ملی که دیروز در واشنگتن دی سی مورد حمله وحشیانه قرار گرفت درگذشت. مظنون یک تبع افغان است که توسط دولت قبلی به اینجا منتقل شده است. ما هیچ اولویت امنیت ملی بزرگتری از اطمینان از کنترل کامل بر افرادی که وارد کشورمان میشوند و در آنجا میمانند نداریم. همچنین ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که قصد دارد مهاجرت از کشورهای جهان سوم را برای همیشه متوقف
متوقف کند. من مهاجرت از همه کشورهای جهان سوم را برای همیشه متوقف خواهم کرد تا سیستم امریکا به طور کامل بهبودی یابد. به همه میلیون ها ورود غیر قانونی بایدن پایان خواهم داد. مهاجرت شرایط اقتصادی و اجتماعی در ایالات متحده را تضعیف کرده است. در همین حال شماری از آگاهان تاکید میکنند که ارتکاب جرم یک اقدام فردی است و تعمیم مسئولیت این رویداد به کل جامعه مهاجر افغان مغایر با اصول و پرنسپ های بین المللی در زمینه مهاجرت است. جرم یک عمل فردی است و تیراندازی که در امریکا صورت گرفت را مرتبط دانستن به تمام مهاجرین و بررسی پرونده‌های مهاجرتی شهروندان افغانستان خودش خلاف قوانین مهاجرت جهانی است. اما امریکا تلاش میکنه با این ترفند ناکامی‌ها و کمبودی‌های خود کتمان کنه و این تصمیم میتواند پیامدهای منفی برای مهاجرین داشته باشد که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنند، زیرا محدودیت‌های جدید ممکن است بر روند رسیدگی به پرونده‌ها، فرصت‌های جابجایی و وضعیت اقامتی و همچنین ادغام شدن به جامعه تاثیر منفی داشته باشد. رویترز گزارش داده که شهروند مظنون به تیراندازی بر 2 عضو گارد ملی امریکا در سال جاری میلادی پناهندگی دریافت کرده بود و در سال 2021 تحت برنامه خوشامدگویی به متحدان وارد امریکا شده بود. تاکنون مقام‌های مسئول درباره انگیزه این فرد در ارتباط با این رویداد ابراز نظر نکردند. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبر این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، بدرود.